نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی یا ODKB، یک سازمان نظامی زیر نظارت روسیه که تاجیکستان هم عضو آن است، روز 28 نوامبر در بشکک با امضای 15 سند به پایان رسید. یکی از این سندها به کاهش تشنج در مرز تاجیکستان و افغانستان ربط دارد، ولی جزئیات آن دسترس نیست. قبلا مقامات تاجیکستان و روسیه از جمع شدن صدها جنگجو در شمال افغانستان و نزدیک به مرزهای تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند. تاجیکستان در حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی اشقاباد جنگجویان داعش را گناهکار کرد و گفت که آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. دیرتر مقامات افغانستان این خبر را بی اساس نامیدند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. قبلا بعضی از رسانه‌ها خبر داده بودند که احتمال در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی حمله به دیدبانگاه مرزی اشقاباد هم بررسی شود، اما رسما در این باره چیزی گفتن نشده است. رسانه‌های قرقیزستان و روسیه خبر دادند که بخش زیاد نشست رهبران ODKB پس درهای بسته صورت گرفت و تفصیلات بیشتری از آنجا بیرون نآمده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در نشست رهبران سازمان پیمان امنیت دستجمعی مسئله مرز، وضع منطقه و جهان، مبارزه با ضد تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و سلاح و وضع نگران کننده افغانستان را بحث کردند. سازمان پیمان امنیت دستجمعی اتحاد نظامی بعضی از کشورهای پیشین شوروی ماه می سال 1992 تشکیل شده است. حال حاضر قزاقستان و قرقیزستان، روسیه و ارمنستان و بلاروس تاجیکستان شامل آن هستند. در نشست روز 28 نوامبر در بشکک رهبران 6 کشور عضو پیمان امنیت دستجمعی اشتراک داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 27 نوامبر به بشکک رفت. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف نیز روز 27 نوامبر با سفر دولتی در قرقیزستان بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را در فرودگاه بشکک همتای قرقیزش سورانبای جوینبکوف پیشواز گرفت. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو و سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نیز در پایتخت قرقیزستان بودند.